استعرض تاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را. درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ای الله، به ما چیزی را آموزان که برایمان منفعت آور است و به ما نصیب گردان که از شنیده هایمان برای خود نفع حاصل کنیم. علم ما را افزون بگردان، ما را به راه راست هدایت کن و ما را کسانی بگردان که دیگر آدمان را به این راه روانه می‌سازند. ای الله، مایان را بنده های صالح بگردان. ما در این نشست می‌خواهیم به مسئله‌ای که در زمان انقلاب‌های عربی به میان آمده بود روشنی اندازیم. این یک مسئله خیلی جدی است. آن را روشن کردن لازم است، زیرا موفقیت در تغییردهی و ناکامی در آن به این مسئله وابستگی دارد. همچنین نتیجه این مشکلات میتواند این باشد که انقلاب‌ها زیر نظارت دشمنان قرار میگیرند و آنگاه انقلاب‌ها را از هدف‌هایی که در ابتدا به دنبال گرفته بودند محروم میکند. این مشکلات مفهوم دولت عمیق است. درباره وی در مطبوعات اینچنین در دایره‌های حزبی و سیاسی بسیار سخن میرانند. این عبارت در مصر پس از سقوط رئیس جمهور محمد مرسی به طور گسترده استفاده شد. علی الرئیس محمد مرسی. این اصطلاح معنای لغوی ندارد. از این رو برای فهمیدن معنای آن نباید به لغت‌های اصطلاحات لغوی مراجعت کنیم. ليس مصطلحا لغويا حتى نرجع إلى معاجم اللغة فنقف على مضمونه ودلالاته. همچنین این عباره اصطلاحی شرعی نیست. از این رو ما نمیتوانیم به نصوص شرعی و کتاب‌های فقه مراجعت کنیم تا معنای آن را بفهمیم. و إلى النصوص الشرعية حتى نحدد ما هو مفهوم الدولة العميقة. برای فهمیدن معنای این عباره ما باید به واقعیت مراجعت کنیم. پس واقعیت معنای این عباره چیست؟ گپ در سر آن است که کشورهای اسلامی شاهد انقلاب‌ها علیه نظام‌های موجوده شدند و در اینجا برای فهمیدن دولت عمیق به وضعیت برگشتن لازم است که خیلی پیش از به وجود آمدن این انقلاب‌ها وجود داشت. بلاد المسلمین تعرضت در گذشته در کشورهای اسلامی بر ضد دولت عثمانی انقلاب به عمل آمد. این انقلاب را دولت‌های امپریالیستی برانگیخته بودند. در نتیجه دولت خلافت سرنگون شد و کشورهای اسلامی به بسیار دولت‌های خرد تقسیم شدند. سپس دشمنان برای پرزور نمودن نفوذ امپریالیستی کافر در کشورهای اسلامی به بازی‌های خیلی خطرناک دست زدند. آنها این کار را برای آن انجام دادند که کشورهای اسلامی به آنها تابع گشته به سیاست‌های آنها پیروی کنند. آنها با همین راه می‌خواستند منفعت‌های خود را نیز عملی گردانند. یکی از کارهایی که آنها در کشورهای اسلامی به آن دست می‌زدند ایجاد سرقانون‌ها بود تا کشورهای اسلامی را موافق مفهوم‌های غرب اداره کنند. آنها این سرقانون‌ها را کفیل تأثیر و رویاب منفعت‌های خود می‌دانستند. پس از آنکه امپریالیستان در مملکت‌های اسلامی سرقانون برآورده به واسطه به اداره کردن آنها شروع نمودند، دایره‌ها و الیت‌های سیاسی تشکیل کرده و آنها حاکمیت را سپاریدند. این دایره‌های سیاسی به اداره کردن تمام مقامات و مؤسسه‌های دولت آغاز کردند. اصبح هذا الوسط السياسي هو المتحكم في أجهزة الدولة وجميع مؤسساتها. سپس امپریالیستان به تشکیل ارتش‌ها و خدمات امنیتی شروع کردند که وظیفه آنها محافظت رژیم‌ها و در کشورهای اسلامی حفظ نمودن نفوذ امپریالیستان بود. و تحفظ ايضا نفوذه في بلاد المسلمين. ارتش‌های این مملکت‌ها تحت نظارت جدی امپریالیست کافر تشکیل کرده شده بودند. لا يخفى على الجميع ونحن في الأردن على سبيل المثال همه ما در اردن مسئله عربی کنانی ارتش اردن را در خاطر داریم. ارتش اردن را افسر انگلیس گلاب تشکیل داده بود. او این ارتش را طور جمع کرد که وی در پاسبانی منفعت‌های انگلیا باشد.
همین طور امپریالیستان در مملکت‌های اسلامی سرقانون برپا نموده سیاستمداران را به سر حاکمیت آوردند تا که منصب‌های کلیدی و نه تنها در دست آنها قرار گیرند. اینچنین آنها ارتش‌ها و دیگر ساختارهای قدرتی را نیز تشکیل می‌دادند. علاوه بر این امپریالیستان کادرهای خود را در تمام دایره‌های جمعیتی و در تمام سطح‌ها جایگیر کردند. آنها به دایره‌های ضیائیان و خبرنگاران راه یافتند. همین طور آنها به دایره‌های سرداران قبیله‌ها، شخصان با نفوذ و اقتصادچیان و غیره داخل می‌شدند. امپریالیست آدمان خود را در همه ساحه‌های جمعیتی جایگیر کرد. این دایره‌ها و طبقه آدمان به اداره کشورهای اسلامی شروع کردند. هم في كل ثنايا المجتمع وفي كل زوايا. وقتی که کمبودی‌های نظام سرمایه‌داری فاش شد، این رژیم‌ها را نگاه داشته حفظ نمودند و حتی به گذرانیدن اصلاحات ساخته روی آوردن امکان ناپذیر گردید و آن هنگام خلق‌ها به خشم و غضب آمدند. حصلت في بلاد المسلمين منذ ما يقارب 100 عام وصلت إلى حد الانفجار بحيث لا يمكن ترقيع الواقع والمحافظة على هذا النظام. جاءت الثورات. انقلاب‌ها به وجود آمدند. این نیروهایی که ما درباره‌شان گفتیم و هم سفارتخانه‌های دولت‌های خارجی در کشورهای اسلامی شتافتند که این انقلاب‌ها را زیر نظارت گیرند و آنها را از هدف‌هایی که این انقلاب‌ها در اول داشتند محروم سازند. الثوره في شخص الحاكم. امپریالیست به این مملکت‌ها منظره را تصویر کنند که گویا انقلاب تنها به مقابل شخصیت حاکم نگرانیده شده است. اهل البلاد تنصب على شخص الحاكم. برای آنکه لایحه به میان گذاشته انقلاب برویاب نبراید، امپریالیستان کوشش می‌کردند نشان دهند که مانع یگانه در سر راه انقلابگران برای تطبیق لایحه‌شان این حاکم است. مردم این اندیشه را پذیرفتند و برای سرنگون کردن این حاکم تلاش کردند. با رفتن حاکم مردم خیلی شاد شدند. بهذه القوى سلبت الثوره وفرغتها من مضمونها وسلقتها. اما پس از چند معلوم شد که هیچ چیز تغییر نیافته است و این قوه ها انقلاب ها را دزدیده آنها را از هدف هایی که برای آنها به میان آمده بودند محروم کردند. المستعمر في بلاد المسلمين هي ما زالت متحكمة في كل الدولة وفي كل مفاصلها. محض همان وقت اصطلاح دولت عمیق پیدا شد. دولت عمیق چنین معنا دارد که قوه‌هایی که امپریالیستان در کشورهای اسلامی تشکیل کرده بودند در تمام مؤسسه‌های حاکمیت ریشه رانده تا حال حکمرانی دارند. وقتی که ما به مفهوم دولت عمیق دقت می‌دهیم می‌فهمیم که وی نتیجه طبیعی مبدأ سرمایه‌داری میباشد. فلم يعترف الرأسمالي إلا بالرأسمالية فظهرت في المجتمعات فئات ومصالح وأصبح الحكم يتنازعه هذه الفئات أو هذه المجاميع أصحاب المصالح في الدولة. مبدأ سرمایه‌داری سبب شد که آدمان در جامعه مناسبت‌های خود را با همدیگر در اساس منفعت‌ها برپا کنند. این مبدأ تنها سرمایه را اعتراف می‌کند. در جامعه گروه‌های پیدا شدند که همه‌شان منفعت‌های خود را داشتند و برای رسیدن به سر قدرت بین هم مبارزه می‌بردند. خلفه وراءه هي التي تتحكم في كثير من أعماله. هذا الأمر اگر شخصی به سر قدرت می رسید وی بر رویاب منفعت‌های کسانی می پرداخت که او را به این منصب رسانیده بودند. از این رو در پس حاکم قوه‌ای می ایستاد که در بسیار مسئله‌ها او را اداره می کرد. آنهایی که در عرصه تغییرات در کشورهای اسلامی قرار داشتند باید این مسئله را درک می کردند. اما از بس که این انقلاب‌ها لایحه سیاسی برای رشد نداشتند و از لایحه اسلامی بهره نگرفتند، درباره دولت عمیق درک ناروشن و ضعیف داشتند. همچنین به سبب نبود این لایحه مسلمانان تا حال حاضر امکان دستیابی به تغییرات را از دست دادند. بنابراین این انقلاب‌ها در اساس احساسات به عمل آمدند. این انقلاب‌ها پس از سخنان خلق می‌خواهد حاکم را سرنگون کند، احساس مردم را بیدار کردند و خلاص. قالت الشعب يريد اسقاط الرئيس. برای حل این مسئله ضرور است که در کارها به قاعده‌های تکیه کنیم که از اصل خود سرچشمه گرفته باشند. چطور به این نائل شدن ممکن است؟ ما باید در عملهای خود به اسلام که همچون وحی به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده بود تکیه کنیم. الاسلام الذي جاء به الوحي على محمد صلی الله علیه و سلم
الله متعال به ما مسلمانان انتخاب دیگری را مقرر نکرده است. الله متعال می‌فرماید از کسانی که غیر از اسلام دین دیگری را می‌جوید هرگز پذیرفته نخواهد شد. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. از این رو حل این مشکل و مبارزه با دولت عمیق باید بر اساس طریقتی که اسلام آورده است صورت بگیرد. این چگونه باید روی دهد؟ آن باید به طور ذیل صورت بگیرد. لایحه اسلامی و عقیده اسلامی باید در امت پهن شود تا آن دمی که عامه مسلمانان و اکثریت مردم آن را طلب نکنند. هذا المشروع هو مطلبا جماهيريا عند كل المسلمين وعند الغالب الأعم في الناس. اگر در کشورهای اسلامی اندیشه مردم را پرسیم میبینیم که آنها اسلام را طلب دارند. مردم میخواهند شریعت الله تطبیق گردد و میخواهند با دین او حکمرانی کنند. تطبیق شرع الله یریدون الاحتکام بدین الله. پس از آن که ما فکر امه را تشکل دادیم و قوایی که در امه مردم تجسم میافت اسلام را طلب کرد، تنها آن باقی مانده است که یک قوای دیگر را نیز به دست آوریم. این چی قوه است؟ این قوه ارتش است که با قوه عراق می تواند کشورها را اداره کند. هي قوة الجيوش التي تقبض بقبضة من حديد على البلاد. هذه القوة پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر ضروریت موجودیت لایحه اسلامی که مسلمانانی به عقیده اسلامی ایمان داشته پیشنهاد دارند درباره ضرورت به نظر گرفتن این قوه مادی نیز گفتند، چون که اسلام دین و مبدأ آنهاست که برای آن باید قربانی کنند. و هذا دینهم و مبدأهم الذي يجب ان يضحوا من اجله. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر دادند که دولت به نیروی مادی ساخته نمی شود. این نیرو نباید به بیگانگان تکیه کند، بلکه آن باید در آن کشورهای جایگیر شود که در آنجا دولت تأسیس دادن لازم است. برای به دست آوردن این قدرت از اهل قوه یاری پرسیدن لازم است. اگر ما کمک اهل قوه را به دست آوریم، امپریالیستان را از نفوذی که در کشورهایمان دارند محروم می‌سازیم. توسط قوه حربی و مادی رژیم را سرنگون کردن ممکن است، ولی تنها با همین قوه دولت را برپا کردن امکان ناپذیر است. دولت را می توان اهالی این کشورها برپا نماید. آن را اهل حل و عقد یعنی نمایندگان با نفوذ مسلمانان نیز می توانند نصب کنند. این آدمان با نفوذ افکار عامه اهالی را افاده میکنند. آدمان بر رأی آنها پیروی میکنند و در حالت طبیعی مقرری به آنها اطاعت میکنند. از این رو بغیر از کار کردن با اهل قوه در سمت دیگر نیز کار بردن لازم است، چون این کار در بین دایره های گوناگون اهالی برده می شود. آنهایی که این کار را انجام میدهند از طریق این دایره ها پشتیبانی عمومی را به دست میآورند و آدمان خواستار تأسیس دولت اسلامی و بر خودشان اجرا شدن لایحه اسلامی شوند. این طرف دومی فعالیت ضروری می باشد. طرف سومی فعالیت که نباید از آن صرف نظر کنیم این تمرکز به قوه است که در جامعه ریشه رانده است. این معنای آن را دارد که شما نباید با دادن قدرت به الیت معین محدود شوید. التي تكون في اعماق المجتمع بمعنى لا يكتفى باخذ. امت در حقیقت از این راهبران باید راضی باشد و باید کسی باشد که به حاکم بیعت نموده دولت را برپا کند. اگر این قوه و راهبران امت به قدرت نرسند همه عملها برباد خواهند رفت. عبرت عن رضا الامه تعبيرا حقيقيا عند اعلان الدوله تكون الامه هي التي بايعت والامه هي التي اقامت الدوله. بغير هذا يقينا بغير ان ناخذ القوى والقيادات للأمة يبقى العمل فارغ المضمون ويبقى في مهب الريح. ولذلك اگر به واقعیت امروزه برگردیم میبینیم که غرب و امریکا با لایحه سیاسی خود سعی دارند تا نهادهای دولتی را در شام همان گونه‌ای که بودند نگاه دارند. الغرب و امریکا بمشروعها السیاسی آنها این کار را به خاطر آن میکنند که دولت عمیق وجود داشته باشد با حاکم نوعی که به سر حاکمیت می آید در دست قدرت این دولت را اداره کننده باقی ماند. ويصبح القادم الى السلطه بيد هذه القوى لا يستطيع ان ينهض بالناس. همین طریق او نمیتواند خودش کشور را اداره کند، مردم را به سوی رشد راهنمون سازد و رابطه کشورش را با غرب قطع نماید. غرب درک میکند که دولت عمیق چی معنا دارد. ماذا تعني الدولة العميقة؟
در رابطه با اسلام باشد، ما از آن فهمیده می توانیم که حاکم، اهل قوه، عامه مردم و احکام چیزی یک لخت می باشند. الله متعال در قرآن کریم فرموده است: الله به آنهای از شما که ایمان آورده عملهای شایسته انجام دادند وعده داد که آنها را حتما در روی زمین جاینشین گرداند، چنانه که پیشینیان آنها را جاینشین گردانیده بود. الله متعال به ما وعده داده است که ما را جاینشین گرداند و شاید این جاینشینی امتحان باشد. همچنین گاه جاینشینی به مؤمنان و گاه به کافران داده می شود. ما می‌خواهیم چنین جاینشینی را به دست آوریم که در آیت کریمه ذکر شده است. الله متعال در این آیت به ما فرموده است او حتما دینش را که برایشان پسندیده است استوار سازد. جاینشینی که ما باید به آن سعی کنیم باید جاینشینی باشد که به خاطر در روی زمین استوار ساختن دین الله به دست آورده می شود، نه برای استوارسازی شخصیت‌ها و گروه‌ها. اگر ما واقعا تغییرات واقعی را خواهیم، پس ما باید کوشش کنیم که لایحه اسلامی به سر قدرت آید. هدف ما نباید بدون لایحه اسلامی به قدرت آوردن افراد یا گروه‌ها باشد. ما باید تمام قوه را به آن روانه کنیم که قوه‌های در جمعیت موجود بوده در طرف ما باشند. موقع این قوه‌ها باید چنان استوار و مستحکم باشند که قوه‌هایی که امپریالیستان به آن تکیه می‌کنند موقع ضعیف را اشغال نمایند، چنانه که موقع سردار منافقان مدینه عبدالله ابن ابی ضعیف بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دعوت اسلامی قوه‌ای را که در مدینه در دست عبدالله ابن ابی بود از او گرفتند و او مجبور شد که همراه آدمان به پیشواز پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمده ماه پوره بر ما طلوع کرد گوید. از الله متعال میپرسیم که این روز را نزدیک گرداند و دین اسلام را برایمان استوار گرداند و این امت را سربلند ساخته مصیبتی را که به سرش آمده است از وی دور گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.